به نام خدا. امروز یه ورک فلو انتین داریم. میخوایم دیگه بریم جلو. کار این ورک فلو چیه؟ حالا این ورک فلو خیلی باب شده با انتین که باش کار میکنن. گفتیم ما هم یه دونه ویدیو ازش ضبط کنیم. تو این ورک فلو فایلای تکست، وایس، پی دی اف اینو به یه ربات تلگرامی میفرستیم. ربات اینا رو میگیره، محتوای توشو در میاره، یاد میگیره، ازش سوال میپرسیم و جواب اون رو داخل یه کانال تلگرامی نشر میده. برای این کانال یه لیسنینگ میذاریم که حالا با کردنشیالش رو انتخاب میکنیم. وقتی حالا رباتمون رو تو تلگرام رو اندازه کردیم، یه ربات میریم میسازیم، بعد اون یه دیتایی بهمون میده، مشخصاتش رو میذاریم اینجا. بعد اینجا یه شرط میذاریم که تکست باشه، وایس باشه یا پی دی اف، که بر اساس هر کدوم یه رفتار متفاوت داره. نگاه کنید ما الان میذاریم تکست باشه، وایس باشه، داکیومنت باشه. این رو حالا کامل من میذارم توی کانال یا آدرسش رو براتون میذارم، اونجا میتونید استفاده کنید. بعد اینجا اگر وایس بود میفرسته به این قسمت تلگرام که حالا با یه ابزارهای حالا چت جی پی تی و خود تلگرام میاد این رو کانورت میکنه، آدیو رو به تکست تبدیل میکنه، کامباینش میکنه، اینجا محتویاتش رو میکشه بیرون با این مشخصات. بعد از اون میفرستتش به یه AI ایجنت که حالا هر چیزی میتونه باشه. حالا من اینجا از جمینای استفاده کردم. اگه تکست باشه مستقیم میفرسته به این، اگه پی دی اف باشه باز به این وسیله دیتایی توشو میکشه بیرون، توی دیتابیس وکتوری ذخیره میکنه. حالا با وسیله ابزار امبد گوگل این کارو انجام میده. من اینجا حالا از یه دیتابیس دیگه هم استفاده کردم، حالا دیزیبلش کردم. بعد در نهایت باز خروجی، یعنی در واقع ما هر محتوایی میدیم متن توشو میخواد بکشه بیرون و میده به اون LLM. بعد اینجا تلگرامو داریم، باز اینجا کردنشیالش رو انتخاب میکنیم، سند مسیجش رو میذاریم، آوتپوتش رو میدیم، اینجا خروجی رو به ما میده. عرضم به خدمتتون اینجا باز تلگرامش رو دی اکتیو کردم. حالا این در صورتی که پیام درست باشه غلط باشه برای شرط گذاشتم. بعد اینجا هم که ریسپانسش رو باز داریم. اینجا هم یه دیتا لودر معمولی داریم. این حالا بیشتر کار با گرفتن فایل و کشوندن محتویاتش بیرون کار میکنه. من فقط خواستم کلیات اینو بهتون توضیح بدم. میتونید همین کپی بگیرید و اجراش بکنید.